سلام علیکم بچه امروز قراره که با هم بریم در جام جهانی بریم جام جهانی با تیم ملی ایران. بچه بریم با ایران میتونیم قهرمان شیم. بریم بازی ببینیم. انگلیس با آرژانتین داره، اسکاتلند با رومانی داره، اکسایل آج با سنگال داره، این دانمارک با ما داره، ایران، استرالیا با فرانسه داره، اسپانیا با بلژیک داره و اروگوئه هم که با مجارستان داره. خب بچه‌ها بخوام اولتون ترکیبش کنم. شاید این چه خوبه. ببین اینجا ترکیب ایران داریم. سردار هست، طارمی هست، خودم هستم، حاج صفی، چشمی، سعید زتولی، جهان بخش همه هستن. قاعده داریم که شاید بگی که آقا تو اینجا رونالدو در لینک چت داری. من بازیش نمیدی. بازیش میدی 100%. نه بچه‌ها ببینید من یک تیم واسه لیگ دادم، یه تیم واسه جام جهانی دادم که این تیم واسه جام جهانی و بریم برای جام جهانی. خب بچه‌ها شروع میشه جام جهانی. والا واسه ایران بازی شروع میشه. ترکیب جفتیمون ببینیم. آها بچه‌ها شاید بگید که شما تو راحت بازی میبرید، ولی نه بچه‌ها، کار سخت اینجاست که رو سطح تند و سخت‌ترین حالتشه و این کارو سخت میکنه. ببینید الان مثلا من پاس میدم اسم شاید الان راحت سرعتی خداییش تو آقا من میگم سرعتی موقعیت اول سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی، موقعیت مهدی طارمی، سردار بذار میرم یکی سخته بریم که چیکار کنیم. خب چشمی سر اول میزنه سردار آزمون، اگه آفساید نشه که آفساید شد کورالی که اینجا گشه نکنم. سعید عزت‌اللهی، سردار، پرهام تو میگیره و توی بیرون. وای چه توپی رفت بیرون. چشمی سر اول نتوس بزنه. موقعیت ایران داره میگیره دیگه. خب سردار ماس میده پرهام. چرا سرعت خب میرن اسطوره ضد حمله. تکل خوب، تکل دوباره خوب، تو تکل عالی. چون میزنه زیرش. ایران میره واسه ضد حمله. پاس موقعیت از دست میره. موقعیت ایران. پاس جهان بخش پایی رو بردارم. اگه بازی اول اون حد نشیم فقط من همین دارم یه سطح سختش این بده. گلرشون هم که ماشاءالله هرچی تو موزه سمتشون میگیره. بس یه قوانین گذاشتم اگر بازی رو داشتیم یکیش می‌بردیم گل به خودمون میزنیم، باید هر بازی که ببریم تفاضل 2 باشه. بایدی اصلا مهم چه هست چه نشه، باید تفاضل 2 باشه. موقعیت چرا وایساد سردار؟ سردار آریا یوس چرا اینجوری میزنه آتش؟ من نمیدونم. موقعیت علی گنجی میکنه، طارمی تو دروازه. ایران گل اول میزنه مهدی طارمی، ولی هنوز ایران بازی رو نبرده و بازی 1-0 نیست، 0-0 چون قوانینی که ما گذاشتیم. بازی خود پرهام قدش میدونی بچه چقدره؟ 193 خیلیه و بخش کن که قدش کم کنم نشد. موقعیت ارسال وای میرم واسه گل دوم. پاس مهدی طارمی تو به کانر میرم. سعید عزت‌اللهی میره برای ارسال. خود مهدی طارمی ضربه‌ش میزنه. مهدی طارمی شدش خیلی بده. موقعیت عزت‌اللهی میزنه شد جهان بخش گل دوم میزنن و الان دیگه پیروز حساب میشیم. خیلی سخته به دروازه بچه‌ها فکر نکنم انقدر آسونه. چرا وای میسونه. موقعیت میرم واسه گل بعدی توی دروازه. 3-0 ایران 3 دانمارک 3. یا خدا
ایران خیلی راحت داریم ولی بچه چون شما میگی که خیلی آسونه ولی من به 1000 تا سختی 6 تا فصل گذروندم تا رسیدم به اینجا. 6 فصل خیلی لطفا حمایت کنید، لایک ویدیو رو بزنید، دکمه سابسکرایب اگه نزدید بزنید. حالا آره ایران میره واسه موقعیت سرده پرتاب اتوبوس ایران در دقیقه 88 هستیم. پاس احسان حاجی صفی سردار آزمون وای سردار همچنان مقدس ایران هست. ارسال سردار وای قدوش دادم بار که خیلی بلنده. موقعیت پاس سردار سردار به هیچ دردی نمیکنه. باید عرض جهان بخش شوت روز به چشمی وای شوت روز به چشمی نشون چرا سوتو نمیزنه داور دیگه باز آقا سوت بزن دیگه 2 دقیقه از ویدیو رفت مثلا 2 دقیقه از ویدیو باز 2 دقیقه یس تمام بالاخره 3 فاز بردیم. امیدوارم ویدیو لذت کافی برده باشید. لایک ویدیوش فراموش نشه. میدونم که زدید دیگه لایک ها و آماده بازی بعدمون با سنگال واقعا آره یه سنگال باشون خیلی خوب من اشتباه گفته باشم نمیدونم اشتراک سنگال بشه. خب بازی اول بردیم. بریم آمار بازی ها رو ببینیم. آمار بازی ها رو ببینیم که تیم‌ها چیکار کردن. خب آرژانتین و انگلیس رفت پنالتی ها که آرژانتین برد. رومانیا و اسکاتلند برد. سنگال آفریقای جنوبی هم که سنگال برد. فرانسه استرالیا فرانسه 2-0 برد. اسپانیا بلژیک رفت به پنالتی ها بلژیک برد. مجارستان اورگوئه 3-0 شکست داد مثل ما و بازی بعدمون اگه ببریم میخوریم به آرژانتین به احتمال 90%. امیدوارم ویدیو لذت کافی برده باشیم. منتظر پارت بعدش باشید بچه‌ها. ویدیوهایی که می‌بینیم تیم‌های مختلف می‌سازیم از دست ندید. فکر کنم تو الان که دارین ویدیو می‌بینید دیگه بارسای 2015 هم اومده خیلی خفنه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.